رقص و آوازخوانی دنیا غزل در محفل‌های پاکستانی. دنیا غزل چرا دیگر آهنگ نمیخواند؟ وی با خانواده خود قصد سفر به کدام کشور را دارد؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. دنیا غزل هنرمند ناماشنا و خیلی مقبول که در میان مردم به اوج شهرت رسیده است. دنیا غزل در ابتدا رقص در محفل عروسی در میان مردم میکرد، اما آهسته آهسته با آنکه دید بازار آوازخوانی در میان مردم و به خصوص دختران خیلی گرم شده است، دنیا غزل هم خواست هنرمند شود. تا کنون دنیا غزل نگفته است از کدام ولایت است و تحصیلات عالی داشته است یا نه. دنیا غزل با سرودن آهنگ دوگانه با حشمت امید، هنرمند خوب کشور، بسیار در میان مردم نامش آوازه شد و بالاخره دنیا غزل آهسته آهسته هنرمند حرفه‌ای شده و چندین آهنگ و ویدیو کلیپ از خود نشر کرد. وی نزد استادان موسیقی در افغانستان شاگردی میکرد. دنیا غزل خواهر خود را به نام مهرما غزل نیز در راه هنر تشویق کرد و همراهش آهنگ جوره‌ای ثبت کرد، اما خواهرش مهرما غزل از راه هنر موسیقی بعد از ازدواج نظر به درخواست شوهرش خداحافظی کرد. اما دنیا غزل بعد از سقوط حکومت به کشور روسیه مهاجرت کرد، اما در آنجا تنها بود. وی دوباره از کشور روسیه به پاکستان رفت و با فامیل خود اکنون در پاکستان زندگی می کند. دنیا غزل با آنکه به پاکستان رفت دیگر آواز نخواند، اما در این اواخر تصاویر خود را نشر کرده است که خواسته مدلینگ برای یک برند لباس افغانی انجام دهد. دنیا غزل در پاکستان مانند خوشبو احمدی در محافل عروسی پاکستانی ها اشتراک می کند و هم آواز می خواند و هم مانند سابق می رقصد. دنیا غزل بیان کرده است: من فقط از همین طریق درآمد خود را در پاکستان پیدا می کنم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید تا دنیا غزل هم از نقد و نظر علاقمندان خود آگاه شود. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا ویدیوی دیگر، الله نگهدار.